قرارداد دارم با جمهوری قرقیزستان و امروز من میتونم با باوری بگویم که این تجربه را ما هم باید استفاده کنیم. یعنی که ما از دیگر جا باید رژیسوران دعوت کنیم که خودی تئاتر ملی ما هم فعال شد. این تجربه جهانی است. شما اگر ببینید تیم فوتبال جهانی هم در تمام کشورها از دیگر دولت‌ها از دیگر کشورها آمدن و ساختن و اینجا یگان مشکلات یگان پرابلم نیست. ما نقشه‌های آینده را هم بررسی کردیم. نسبت دیگری که برای چی امروز رپ جامعه ما را فرا گرفته است، ما و شما امروز اگر که همین ترغیبگر باشیم پس فرا میگیرد. اگر ما بگیم که فرا میگیرد پس ما هم درست هم میگیم و ما شما چی میخوایم. و نسبت سوم مسئله که شما امروز گفتید نسبت کینو در حقیقت سینما این صنعت است. این درست است و در اینجا بسیار پرابلم‌های هست، مشکلات‌های هست در فرهنگی و این راستی که بررسی هم کردیم. من شخصا خودم بررسی کردم.